مقسوم علیه خارج قسمت باقی مانده. جواب اصلی تقسیم کدوم یکی از این قسمت هاست؟ خارج قسمت. آفرین، خارج قسمت. پس وقتی میگه جواب تقسیم رو به دست بیار، منظور این نیست یا اعدادی که به هم تقسیم شدن نیست. جواب تقسیم میشه خارج قسمت. حالا باید چی کار کنم؟ خارج مقسوم من 3/6 مقسوم علیه هم 5. من اینو یادت باشه، از الان دارم بهت میگم. من اگر توی مقسوم، الان دیگه میدونی مقسوم کدومه؟ من اگر توی مقسوم اعشار داشته باشم ایرادی نداره، ولی توی مقسوم علیه نباید اعشار داشته باشم. اگر یه زمانی رسیدم به اعشار که میرسیم جلوتر بهتون میگم چی کار کنیم. فعلا تقسیم ما میشه تقسیم اعشار به عدد صحیح. فعلا عدد صحیح جلوتر نمیریم. پس اینو یادت باشه، هر جا تقسیمی دیدی که توی مقسوم علیهش ممیز داشت، اونو باید با یه روش دیگه بریم، باید ممیز رو از بین ببریم. پس توی این قسمت نمیتونه اعشار وجود داشته باشه، ولی توی قسمت مقسوم اعشار وجود داره، هیچ ایرادی هم نداره. توی تقسیم اولین کاری که ببین تقسیم درست باشه، جواب تقسیم درست باشه. این روالیو که میگم انجام نداده باشی اصلا تاثیر نمی‌کنه، یه خط میکشم. کاری که انجام میدم، اولین کاری که انجام میدم، من ممیزم هر جا که هست یه خط میکشم تا پایین. همتون برای انجام تقسیم. آفرین، این خط ممیز منه. من اگر این خط رو نذارم راه تقسیم رو گم میکنم. بین تقسیم نمیفهمم ممیز رو باید کجا بذارم. پایینشو کاری نداری. ممیزت هر جا بود. ببین الان یه رقمه، ممکنه 2 رقم باشه، 3 رقم باشه، فرقی نمیکنه. ممیز رو جابجا نمیکنم، هر جا بود یه خط میکشم تا پایین. از ممیز من هر جا قرار گرفته بود یه خط میکشم تا پایین. حالا میرم ببین الان با این خطی که کشیدم دیگه میتونم فکر کنم ممیز وجود نداره. الان میرم تقسیمم رو انجام میدم، همون تقسیمی که همیشه انجام میدادید. من خودم نمیدونم الان شما با چه راه حلی